سلام بچه ها. با عوامل پشت صحنه به شدت درگیر بودم این چند روزه و خب میبینید که چند روز ویدیو نداشتیم. میخواستم بگیرم ولی حال نداشتم و خیلی مسائل شد. خب همونطور که میدونید ادامه قضیه رو میخوام بریم، ولی مثلا یه مسئله است. ما مثلا میخوایم با همدیگه VHDL و FPGA آموزش رو یاد بگیریم. من خودم میخوام یاد بگیرم، شما میخواید از من یاد بگیرید. یه مشکلی هست، ما هیچ سخت افزاری نداریم که این سخت افزارش نباشه. سخت افزاری نداریم که مثلا این برنامه که با VHDL می‌نویسیم و روش پیاده سازی کنیم. چرا؟ چون VHDL نیاز داریم به CPLD و FPGA. CPLD بلدش آره. FPGA قطعه تراشه خیلی گرون قیمتیه بچه ها تو بازار، و تو بازار ایران گرون قیمت تر هم میشه و خیلی گرون قیمت تر میشه. به خاطر من فعلا یه چیز خیلی ارزون رو میخوام پیشنهاد کنم، خیلی خیلی ارزون، خیلی خیلی ساده. یه تراشه هست به اسم GAL و PAL. در واقع من از نوع PALCE پالسی 16V8H پیدا کردم. یه دونه دقت کنید، یه دونه فیلم براتون زوم کن. آره اگه بتونی زوم کنی، نه که با اون زوم کن، بیا جلو زوم کن اگه بتونی. تانک یو. نور خوبه خوبه نه پشتش اینا خوبه. این شکلی بذارید با یه آیسی مشابه چیزش کنم بهتونش. الان نگاه کنید، این یه میکرو کنترلر PICه، این یه GLA. اگر نگاه کنید تا رنگ براق بودنش، رنگش، جنسش، همه چیش فرق میکنه. خیلی عجیبه، خیلی جنس خوبی داره این، خیلی حتی پکیجش هم خیلی با کیفیته، مشخص. من خیلی وقت دنبال مثلا یه FPGA یا یه سخت افزار قابل برنامه‌نویسی میگشتم داخل ضایعات و اینا. در نمیگشتم شانسی در واقع افتاد به تورم خورد. این آیسیش ساخت شرکت AMD، اگه فکر کنم فیلم بردار خوب فیلم گرفته باشه، حتی مارکش هم دیده میشه. پالسی 16V8H. این چند تا بلوک قابل برنامه‌نویسی داره. فکر نکنم بلوک قابل برنامه‌نویسی، بلوک‌ها ثابتن. فقط احساس میکنم یک ماتریکس 32 در نمیدونم چندی، همون 16 در 8 که نوشته، فکر کنم میشه 64 در 32. 64 در 32 داره داخل دیتا شیت یا در واقع کاتالوگ آیسی. اگه این سرچ کنید میتونید توی اینترنت ببینید. در واقع یک ساختار ماتریکس داره، قابل برنامه‌نویسی داره. فقط شما فکر کنم میتونیم که این خطا رو به هم دیگه وصل کنیم از نقاط مختلف و باعث بشیم که یک تابع منطقی خیلی خاصی رو این بتونه واسه ما اجرا کنه. خودم تو اینترنت داشتم سرچ میکردم، در واقع این به درد این موضوع کارایش رو داشتم سرچ میکردم به چه دردی میخوره. این مثلا دیکود کردن یا کدگذاری کردن روی یک فایلی، یا جمع تفریق کردن، یا مثلا ضرب تقسیم کردن یک دیتای، یه کار خیلی منطقی کوچیک میخواید، یه تابع منطقی کوچیک رو میخوایم دیتامون اعمال کنیم، از این استفاده میکنیم. در واقع همون FPGA کوچیک شده است، خیلی ساده شده است. من از این استفاده میکنم. اگه بشه خدا بخواد نمیدونم بتونم اینو برنامه‌نویسیش انجام بدیم. یه پروگرامر هست تو اینترنت گشتم، خیلی گشتم، واسه پالسی در واقع نوشته PALCE 16V8. در واقع هیچ تو اینترنت زیاد اصلا اطلاعات اصلا پیدا نکردم به اون صورت که بشه برنامه نوشت واسش و اینجوری چیزا. ولی واسه GAL خیلی زیاد پیدا کردم و منم با در واقع سخت افزار برنامه‌نویسی GLA اینو پروگرام میکنم، چون یک چاره دیگه نداریم، چون واسه این چیزی من تو اینترنت پیدا نکردم. اینجور آیسی خیلی قدیمی هستن. در واقع اول
اون سخت افزار قابل برنامه‌نویسی که وارد بازار شد و استفاده میشد در صنعت، کلا همه جا استفاده میشد. اول GAL بود و PALCE بود، پال یا پالسی، اینا بودن. بعد یواش یواش CPLD و نمیدونم PLD و نمیدونم FPG و اینا اومدن تو بازار و زیاد شد و دیگه اینا دیگه نمیبینیم تو بازار. به خاطر اینه خیلی کمتر دیده میشه، چون کارهای خودش از دست داد. این میکروکنترلرها الان اینقدر قوی شدن که دیگه کار اینا رو هم انجام میدن و نیازی نیستش. مثلا مدار ساده تر شده، مثلا همه چی اون ساده تر شده و خیلی بهتر شده. پس سخت افزارمون پیدا کردم، امیدوارم شما پیدا کنید. من تو بازار اینا رو تو سایت مختلف شبیه به این رو پیدا می‌کردم. 180 تومان، 200 تومان، 300 تومان اینا بود. ولی انشالله اگه حمایتتون بیشتر بشه، من خودم ادیتورم میارم، یه ویدیو خیلی تمیز در این رابطه میگیرم که اصلا چیکار کنیم، اصلا میصرفه همچین آیسی بخرم یا نه. دوباره من آیسی رو پیدا کردم، خب این آیسی که نخریدم، پس واسه من قیمت صفره، ولی مطمئنا شما خیلی داره خرج کنید واسه هم یه تیکه. چون اگه مثلا بیاد مثلا 300,000 تومان به این بدید، من مثلا سایت های میشناسم، شما بگردید میتونید پیدا کنید راحت. سایت هایی هستن که میتونید یه FPGA خیلی کامل و درست حسابی و همون 400-500,000 تومان بخرید، یه قطعه FPGA کامل و خیلی قدرتمند، مثلا فرکانس فرکانسش 1 گیگاهرتز باشه، اینقدر قوی رو بتونید 500,000 تومان 600,000 تومان بخرید، خیلی هم خوبه. اگر هم بتونید به سایت که طراح PCB میتونید سفارش PCB بدین، میتونید برید تو برنامه و ازش PCB مثلا تو منظور واسه خودتون به واسه برنامه‌ای که مثلا به واسه پروتیوس یا ایدل یا مثلا چند تا برنامه، مثلا چی بود، نه مثلا طراحی PCB رایگان هم هست تو اینترنت، از اون دانلود کنید و بتونید واسه اون FPGA که خریدید. من خودم میخوام تو یه ویدیو در مورد این موضوع بذارم که در واقع یه بورد توسعه در واقع واسه FPGA که میخرم از اون سایت ها طراحی کنم، اینو تو اینترنت واسه رایگان در اختیار همه قرار بدم، اگه دلشون خواست اونم استفاده کنن. در واقع ساختن یه بورد توسعه زیادم سخت نیست، فقط کافیه که IO ورود خروجی رو تعیین کنیم، سیم کشی انجام بدیم، چند تا پورت واسه پروگرام کردنش، بس کردنش به USB یا پورت خاص آماده واسه خروج ورودی، پورت کامل نمیدونم اینجور چیزا، یه دونم درگاه ولتاژ مثلا 12 یا 5 بدیم بهش که راه اندازی بشه، چند تا رگولاتور واسه اون آیسی که آیسی فعال بشه شروع به کار کنه، چون FPGAش همونجوری که من دیتاشون مطالعه می‌کردم، کاتالوگشون تو PDF کاتالوگشون مطالعه می‌کردم، FPGA یا مثلا این 2-3 تا ولتاژ می‌خورن، مثلا میگه 2.8 می‌خورن یا 1.2 می‌خورن، مثلا 2 تا 3 تا ولتاژ مختلف دارن، مثل سی پی یو انگار. این نه، این یه دونه 5 می‌خوره، این یه دونه 5 میخوره. ولی مثلا FPGA که خیلی قدرتمند هستن مثلا چند تا ولتاژ هستن، ولتاژ 2 خرده‌ای 1 خرده‌ای میخورن، با چند تا رگولاتور هم واسه اون باید توی اون بورد آماده‌ای که قرار طراحی کنیم بعداً بذاریم. مثلا چیزش راحت ساخته، یک بورد توسعه ساده که فقط پایه ها بیرون باشن و یه ولتاژ بدیم، آیسی بالا باشه، بتونیم پروگرامش کنیم و کارهای ساده انجام بدیم. قرار نیست مثلا یه کامپیوتر از صفر بسازیم دیگه، مثلا فقط یک بورد ساده توسعه برای یک آیسی FPGA خیلی سطحی و روون. ولی فعلا با این کار میکنیم ببینیم چیه، میتونیم این سخت افزار قابل برنامه‌نویسی منطقی رو چیز کنیم، چجوری بگم، برنامه‌نویسی کنیم یا نه. مخصوصا که خیلی قدیمیه، از یه بورد چاپگر پیداش کردم، این قدیمی بود. یه توضیحاتی هم اگه بخوایم راجعش بدیم البته تو اینترنت هست دیتاشش، خدا شکر که این قطعه جز قطعه‌های نوموسدار، خانواده دار و چجورشون بگم صاحب داره. در واقع شرکت AMD ساختتش، قطعه خیلی با کیفیتیه، کیفیتشون میشه از
پکیجش مشخص شد. پکیج یعنی بسته بندی. این سیاه رنگ مربعی بسته بندی این آیسیه که داخلش هست. خب مثلا الان این هم ساخت شرکت میکروچیپه، پی آی سی. این هم یه پکیج داره که بزرگتره. این پکیج بزرگتر از اینه. فکر کنم 28 پایه باشیم. فکر کنم 28 باشیم. 20 پایه است. این 28 پایه است. خب اگه زوم کنیم اینو دقیق نگاه کنیم پکیجش می‌بینیم که سیاه رنگه. این هم سیاه رنگه ولی این سیاه رنگش کدره و در واقع چجوری به شما بگم یه حالت زمختوری داره، زبطوری داره. من فکر می‌کنم مثلا خیلی بی‌کیفیته چون باید قطع زیادی داشتیم. خب مثلا من الان این قطعه رو به شما نشون بدم مثلا خوشتون میاد. یه ظاهر کاملا سیگلی داره. انگار روش پولیش کشیدن، هم زیرش اون صورت. آره هم زیرش، نه زیرش به اون صورت نه. تو نور باید انعکاس نور باید بیفته. اگه خوب باشه یعنی این که درسته. آره از دو طرف هم تقریبا ثابت، از زیر کم نه ولی از رو آره. انگار پولیش کشیدن روش. اینقدر سیگلی و تمیزه. اعداد و حروف بسیار دقیق و تمیز با لیزر قشنگ مشخصه چیز کردن، تراشیده شده روش. ولی مثلا این پیایس چطوریه؟ این پیایس هم اصله ها، ولی میخوام بگم که یعنی مثلا به مرور زمان طی سالها کیفیت ساخت پکیج ها به بسته‌بندی آیسی ها چقدر افت پیدا کرده. دیگه مثل قدیم همچین بسته‌بندی های خوشگلی نمیذارنشون. این نشون میده که اصلا این آیسی قدیمیه، اصل اورجیناله. این اورجینال بودنش از ظاهر پکیج مشخصه. و اینم اصله ها، ولی این مثلا این پکیجش افت کرده دیگه چون این قدیمی تر از اینه، این جدید تر از اینه. به خاطر همون مثلا آدم نگاه میکنه مثلا هیچ لذتی ازش نمیبره، ولی جذابیت خاصی نداره. آی سی خب به آدم اینو نگاه میکنه اصلا یه جذابیت بصری هم داره. اینقدر خوب آدم مثلا دوست داره به عنوان یه چیز کلکسیونی نگهش داره. اینقدر چه جالبیه. بعضی از آی سی حتی هستن که پایه‌هاشون طلاست. خیلی عجیبه. پروسسورهای قدیمی، سی پی یو خیلی قدیمی مثلا همون 28 پایه 30 پایه 30 نداریم، 28 پایه باید زوج باشه دیگه. از سرامیک سفید یا رنگی و طلا استفاده میکنن که خیلی خیلی مثلا دوست داره باشون کار نکنه، فقط قابشون کنه تو دیوار نگاهشون کنه. یه همچین چیزا دیگه واقعا جذابیت بصری دارن بیشتر، واقعا اصلا کارایی هم به صورت ندارن. آدم به خاطر زیبایی بزنه یه جا نگاهشون کنه اینطوریه. ولی این هم جذابیت بصری داره هم کارایی قرار خواهد داشت واسه من. اگه بتونیم باهاش یه تابعی رو پیاده سازی کنیم مثل یه گیت نات ساده. گیت نات هم یه جور گیتیه که یه چیزیه که دو تا ورودی داره، دو تا پای داره. از یه پای ورودی میاد، از یه پای خروجی. تمام شد. یعنی همینه. یه گیت ساده نات چیه؟ اگه ورودی ولتاژ بهش بدیم خروجی ولتاژی نداره. اگه ورودی ولتاژ بدیم خروجی ولتاژ نداریم. اگه خروجی صفر باشه ولتاژ ندیم خروجی ولتاژ داریم. یعنی ورودی ولتاژ بدیم خروجی ولتاژ نداریم. برعکسه، انگار هر چی بدیم برعکس میکنه. ولتاژ بدیم صفر، ولتاژ ندیم صفر بدیم یکه، یک بدیم صفر، صفر بدیم یکه. تمام شد. یه گیت نات ساده رو اگه بتونیم داخل این بسازیم خیلی جالب میشه. در نمیاد چون من تو دیتاش که مطالعه میکردم این به این شکل بود که همه گیت ها از قبل گیت اند بود یا اور بود یا نمیدونم یه گیت نیم دایره طوری بود یا یکی از اون گیت ها بود یادم نمیاد، یا نند بود فکر کنم. اند بود یا نند بود نمیدونم. گیت ها داخل این هستن. در واقع بعضی گیت ها هستن، گیت های منطقی که شما بیشتر از یه ورودی میتونی بهشون بدید. مثلا 10 تا ورودی میتونی بهش بدید. الان این 8 تا گیت داره، 8 تا گیت داره که هر گیت فکر کنم 8 تا 10 تا ورودی دارن. 8 تا 10 تا ورودی دارن. و اون 10 تا ورودی 10 10 10 10 10 8 تا 80 تا مثلا اینجوریه. فرض میگم ما 8 تا 80 تا فرض میشه 8 تا نباشه، 8 مثلا 10 تا نباشه هر کدوم. کمتر باشه. و این یه ماتریکسی رو میسازه
عمودی، افقی. شما مثلا میتونی ورودیاشون رو به همدیگه وصل کنی، از خروج فیدبک بگیری بیاری داخل و این مدار پیچیده‌ای رو بسازی که مثلا یه کار خاصی واسه من انجام بده. فقط میتونی اون گیت ها رو، ورودیاشون رو فکر کنم بتونی برنامه‌نویسی کنی. یعنی زیاد اطلاعاتشو نخوندم، فقط در اون خوندم که میدونم که اون قسمت ها فقط فکر کنم برنامه‌نویسی میشه. ولی با این حال خوبه، ما بالاخره یه سخت افزار پیدا کردیم که میتونیم یه بلایی سرش بیاریم. گرید این گرید صنعتی نیست، دو تا گرید داره این، صنعتی تجاری. متاسفانه صنعتیش نیستیم، این تجاریشه. فرکانسش 40 مگاهرتز، حد اکثر فرکانس کاریش که میتونیم باش فاز ارسال کنیم یا فرکانس ارسال کنیم 40 مگاهرتز. از 40 مگاهرتز بیشتر نمیکشه. مشکل هم نیست با 40 مگاهرتز میخوایم چیکار کنیم، همون 1-2 مگاهرتز کار کنیم. والا منظور اینه که فرکانسش هم در این حد، دمای کاریش هم فکر کنم از 0 تا 80 اینا بود فکر کنم. آره چون گرید تجاریه از منفی نمیدونم مثلا 40 تا مثبت 125 و اینا نیست. این آره ضعیف تره از اون. چون میگم تو گرید تجاری یه چیزی که فقط مثلا تو مدار چاپگر استفاده بشه و از اینجور چیزا، قرار نیست مثلا یه کار صنعتی خاص و سنگین و واسه ما انجام بده که مثلا دمای کارش بالا باشه، تحمل نویزش بالا باشه اینا باشه. ولی منظور 40 مگاهرتز و کار عادی ما رو قرار تمرینی که قرار باش انجام بدیم واسه ما حل کنه، تمام شد رفت پی کارش. یعنی فقط همین که واسه ما تمرینایی که قرار با این برنامه استفاده انجام بدیم واسه ما هندل کنه کافیه واسه ما، بیشتر از این نمیخوایم. خیلی خوب دوستان، چند دقیقه شد؟ 15 دقیقه، 19 دقیقه، 16 دقیقه، 30 دقیقه باشه دیگه. 15 دقیقه هم کلا نیم ساعت دیگه باشه. 25 دقیقه نشد به من بگو ببینیم چی کار میکنم. خیلی بس شد. ما از صفحه 2 فکر کنم صفحه 2 موندیم. همونطور که میدونید با VHDL رو یاد گرفتنش واسه این شروع کردیم که خیلی زبان باحالی به نظرم رسید و چون توسط وزارت دفاع آمریکا شکل گرفته خیلی باحاله، به خاطر همون بریم که یادش بگیریم. خیلی ما از اینجا شروع کردیم که با نوشتن یک کد VHDL به جای استفاده از اجزای شماتیک گیت ها. روش نوین توضیح طراحی از کار با VHDL علاوه بر کدنویسی قابلیت‌های دیگر است برای ایجاد ساختارهای سه‌سلولاره و استفاده از کتاب‌های قطعات مختلف شامل میشه. امروز کتاب که اینو مدیر ویدیو توضیح دادن. ما تو VHDL یه کدی می‌نویسیم، این کد تعریف میشه که آقا مثلا حالا تو این یه مدل دیگه است، ولی تو FPGA مثلا ما کد می‌نویسیم که آقا ما یک گیت اند می‌خوایم. در واقع بذار روشو بگم، وقتی ما VHDL می‌خوایم یاد بگیریم زبان توصیف سخت افزار می‌خوایم یاد بگیریم، باید بدونیم با چه سخت افزاری قرار کار کنیم. این VHDL قرار نیست هر سخت افزاری واسه ما تعریف کنه، لامپ تعریف کنه، نمیدونم خازن تعریف کنه، مقاومت تعریف کنه. فکر کنم اینطوری مقاومت تعریف کنه یا مثلا چیز یه سخت افزار ثابتیه اون برای واسه ما تعریف کنه و اتصالات بینشون رو قرار واسه ما تعریف کنه. ما سخت افزار قانونی که داریم و قابل تعریف فکر کنم اینا گیت ها هستن، گیت ناتو، اند و اور و فلان ایکسور و اینا خیلی زیادن. فکر کنم هلوش 15-20 تایی 15 اینا 10-15 تایی میشن، شدن بیشتر ولی 10-15 دارن اکثر اون ساده هاشون. مگر نه اگه بخوایم تمام انواع مختلف رو بیشتر از 100 تا میشن. یعنی مثلا ببین چند تا قطعه منطقی، این قطعات که گفتم گیت ها کار منطقی انجام میدن، فقط 0 و 1. قرار نیست باهاشون مثلا لامپ روشن خاموش کنیم یا مثلا نمیدونم کار عجیب غریب انجام بدیم. کارهای منطقی قرار باشه انجام بدیم، کارهای CPU مدل 0 1 1 0 تمام شد و رفت. قرار با 0 و 1 بازی کنیم، قرار نیست مثلا کار خاص و عجیب غریب انجام بدیم. اینه قرار با کلاک و اینجور چیزا. کلاک همون 0 1 0 1 0 که منظمه تو یک فرکانس خاصی، مثلا همون 40 مگاهرتز، فقط 0 1 0 1 0 تمام شد، چیز دیگه نداریم. در واقع ما مثلا توی FPGA میایم سخت افزار تعریف میکنیم با VHDL مثلا یا وایرلا.
یا هر چیز دیگه. هر چیز دیگه ندارم، من ولاگ و VHD رو دارم دیگه، زمان دیگه فکر نکنم باشه. پس ما میام چیکار میکنیم؟ سخت افزار تعریف میکنیم. سخت افزارمون چیه؟ البته ها اینم یه نکته به شما بگم، مثلا این پالسه، خب این یه پالسیه که مثلا یک کار این فقط اینه که آقا گیتا ثابتن و ورودیاش ایناشو تعیین میکنی چجوری باشه و واسه اون میتونی یک در واقع تابعی رو تونی بسازی به صورت سخت افزاری که واسه ما روی دیتامون یه کاری انجام بده. این سخت افزار این ویژگی رو به شما میده که انجامش بدید و محدودیت‌های خوب داره. تو FPGA اینه که ما میتونیم سخت افزار فقط منطقی بسازیم، سخت افزار آنالوگ نمیتونیم بسازیم. آنالوگ چیه؟ آنالوگ قانون خاصی نداره، فقط صفر و یک نیست، میتونه صفر باشه، 100 باشه، 1 باشه، 5 باشه، نیم باشه، 2 باشه، 5 4 باشه. آنالوگه. آنالوگ یعنی اینکه آنالوگ، البته آنالوگ منظور قدیمی ها، آنالوگ مثلا چه قدیم میگه، ولی آنالوگ منظورمون از تو پاز اینه که آقا پازی که صفر و یک نیست، پازی که AC حتی مشخصی نداره، توی ولتاژ خاص قطع، توی وصل اینجوری نیست، شمار بالا پای نامنظمه و این کار در واقع آنالوگ در واقع تو FPGA اینا نمیگنجه به اون صورت. البته من خیلی سایت ها رو دیدم میبینم با FPGA چیز میسازن، مبدل دیجیتال به آنالوگ میسازن. خیلی عجیبه. مبدل دیجیتال به آنالوگ اینه که نه ببخشید، مبدل آنالوگ به دیجیتال میسازن. آنالوگ به دیجیتال چیه؟ انگار اینه که شما یه پاس آنالوگ رو میدی به دستگاهی، مثلا یه آیسی داری، شما یه پاس آنالوگ داری، قاطی پاتی و هر مدلی داره میاد، اصلا صفر و یک نیست، نامنظم، میدی بهش، این پاس آنالوگ رو میخونه، میفهمه، تبدیل به یک دیتای صفر و یکی قابل فهم میکنه. این دیتای صفر و یکی قابل فهم که آیسی متوجه، یعنی CPU ما متوجه میشه، میکروفون متوجه میشه، میدیم به یک میکروکنترلری، اون واسه ما حساب کتاب میکنه که مثلا آقا این آنالوگ با این پاس آنالوگ چیکار کنیم. مثلا ما میخوایم فقط بفهمیم پاس آنالوگ چیه، به میکروکنترل یه برنامه میدیم که این پاس آنالوگ رو بفهمه، فقط واسه ما همین، کار خاص دیگه روش انجام نده، مثلا نفهمه آقا حداکثر ولتاژش چقدره، چقدر زیاده، چقدر کمه، چقدر بالا پایین میشه، فرکانسش چقدره، اینا رو مثلا نمیخوایم بدونیم فعلا. مثلا یعنی میتونیم که با مبدل آنالوگ به دیجیتال این کار انجام بدیم. و دیدم که با FPGA همیشه کار میکنم، من نمیدونم واقعا تحقیق به اون صورت نداشتم، باید داشته باشم، خیلی گوش شدم حالش نداره این کار انجام بدم، ولی خب احتمال این کارم انجام بدم. در واقع میخواستم اینو به شما بگم، یک سخت افزاری هم هست، یک عادتی هم هست، FPGA، نه APGA بود فکر کنم، خدایا هی میخوام اسمش یادم بیارم اصلا یادم نمیاد. خدا توی سایت دیده بودم، یه سایت دمایش توضیح میداد، نمیدونم FPGA بود، FPGL بود، APGA بود، با یه A داخلش داشت، یعنی منظور سخت افزار قابل برنامه‌ریزی آنالوگ بود. FPGA سخت افزار برنامه‌ریزی دیجیتاله، قابل برنامه‌ریزی دیجیتاله، این سخت افزار قابل برنامه‌ریزی آنالوگ بود. اینو احتمال همین جمله که گفتم تو اینترنت بزنید، احتمال در موردش چند تا موضوع بیاد. منظور توی اون مورد هم اون سخت افزاری که در اختیار ما قرار میده و ما میتونیم برنامه ریزیش کنیم توسط VHDL متفاوت میشه. دیگه اونجا گیت میت نمیسازیم، اونجا چیز آنالوگ داریم، اونجا دیگه مسئله آنالوگ رو بررسی میکنیم. ولی ما فعلا داریم با مسئله ساده منطقی چیز میکنیم، صفر یکی و ساده. بعدا در مورد چیز دیگه هم من میگم دیگه، چون ما در مورد سخت افزار صحبت میکنیم، این سخت افزار که واسه ما تعیین میکنه که قرار چی بدیم بیرون. مثلا من نسبت به این آیسی که الان در اختیار دارم، مثلا میتونم بگم که آقا مثلا این آیسی حتی اکثر چیزایی که به من میده مثلا گیت یا مثلا فقط سیم کشیه تمام شده، قرار است میتونیم تو این گیت خاصی رو طراحی کنیم یا مثلا یه گیت خاصی رو بسازیم. اون تو آیسی دیگه است، اون موضوع بحثا تو آیسی دیگه است که گرون قیمته و فعلا ما مانیپانی صفر. خیلی خوب،
پس ما توجه میگه تو ویشتر میتونیم که آقا گیت ها رو، این کتاب هم در واقع اف پی جی به خاطر میگه فقط گیت ها رو میتونیم چیکار کنیم؟ بسازیم. در واقع گیت ها رو میتونیم طراحی کنیم و تعیین کنیم که این مثلا آی سی اف پی جی مون، مثلا آی سی اف پی جی مون، مثلا آی سی اف پی جی مون به چه گیت هایی تبدیل بشه یا چه کار خاصی رو با گیت های داخل خودش انجام بده که ما میسازیمشون. در واقع ما نمیسازیمش، ما فقط طراحی میکنیم. داخل اون سخت افزار اف پی جی فقط یک منابع سخت افزاری، میگم منابعی وجود داره، ما رو میتونیم تک به تک اون بلوک، میگن بلوک منطقی قابل برنامه نویسی، اینجوری برنامه پذیر، اون بلوک رو تبدیل کنیم به یک گیتی، به یک چیز منطقی. یعنی این بلوک میتونه به هر چی تبدیل بشه. ما مثلا تو برنامه‌نویسی وی میگیم که آقا این بلوک مثلا تبدیل بشه به همون گیت نوت 0 1 1 0 مثلا به این تبدیل بشه یا به چیز دیگه تبدیل بشه، اینجوری. خیلی خب، نوشته فایل وی به جای استفاده از اجرا شما گیت ها روش نوین طراحی است. کاوش علاوه بر کدنویسی قابلیت دیگه از قابل سیستم و از اینه که آقا وی علاوه بر کدنویسی قابلیت دیگری هم به ما میده. مثلا چی؟ ایجاد ساختار سلسله مراتبی و استفاده از کتابخانه قطعات مختلف را نیز شامل میشه. یعنی این کتابخانه داره قطعات مختلفی داخل است. دیگه لازم نمیشه، دهن خودمون سرویس نمی‌کنیم. بلندش مثلا یه چجوری بگم، بلندش مثلا خودمون از صفر بگیم یک گیت نوت رو طراحی کنیم، برنامه‌ریزیش رو انجام بدیم از صفر، بعد اینو داخل اون قطعه بذاریم. این کتابخانه آماده است. اون موارد رو به ما در اختیار ما قرار میده و ما استفادهش میکنیم، تمام میشه. یعنی کارمون رو راحت کرد. امروز شرکت‌های هم وجود دارن که کدهای و قطعه استاندارد رو به امروزه حتی پیاده سازی میفروشن. یعنی میگه که آقا حتی بعضی شرکت‌ها هستن این کتابخونه‌ها رو به ما میفروشن، میتونیم بعضی قطعات رو اصلا دیگه اصلا کلا زحمت نکشیم، با پول بخریم و فقط کپی پیست کنیم، استفاده کنیم، تمام شد. اصطلاح طراحی توسط وی اچ دی، اصطلاح طراحی توسط وی اچ دی، یعنی می‌خوایم وی اچ دی توسط وی اچ دی رو یه چیزی طراحی کنیم، به این مفهوم است. مفهومش اینه که طراحی کدی به زبان وی اچ دی نوشته و مرکز آن را با استفاده از یک شبیه‌ساز بررسی می‌کند. یعنی چی؟ میگه آقا کدی که طراح کدی رو به زبان وی اچ دی نوشته، میگه آقا من که مثلا طراحم، شما که طراحی با وی اچ دی کدی می‌نویسی، کد رو نوشتی، میذاری توی شبیه‌ساز. این شبیه ساز میگه آقا مثلا این کد این باگ داره، این کد این جواب داده، شما میبینی که آقا درسته، کار درست، مثلا این کد درست کار کرده، درست همون کاری که می‌خواستم انجام بده. اگه درست باشه که طراحمون درسته، اگه نه اشکالشو بررسی و برطرف میکنیم. اصطلاح طراحی توسط وی اچ دی یعنی این، ما کدمون مثلا یه مدار میسازیم، میذاریم توی سیمولاتور شبیه ساز، تو شبیه ساز اجرا میشه، اشکالاتش رو بررسی میکنیم، اصلاح میکنیم، اگه اشکالی نداشت درست بود پس حل تمام شد. کل قضیه طراحی با وی اچ دی تقریبا یه همچین چیزی داره، اینجوری نوشته. بعد میگه سپس این کدی که از طریق یک سنتز کننده به یک میگه وقتی که تمام شد این قضایا، این کد بدون باگمون که آماده است و کارش هم درست انجام داده، از طریق سنتز کننده، حالا که نمیدونم چیه سنتز کننده، به یک عملکرد، به یک لیست شبکه نت لیست تبدیل می‌شود. میگه یعنی به یک چیز دیگه ای تبدیل میشه، احتمالاً به مثلا یه فرمت قابل مثلا کامپایل تبدیل میشه. این مرحله میتوان با مرحله تفسیر کامپایل یک زبان برنامه‌نویسی زمان باشیم مقایسه. میبینید همون درست گفتم دیگه. پس گفتم آقا یه لیست شبکه نت لیست تبدیل میشه، در واقع یه جوری حالت کامپایل شدن بهش دست می‌گیریم. کامپایل میشه، یه برنامه تبدیل میشه که مقصود دیگه کامپایل، مستقیم میتونیم بریزیم توی تراشمون و اون تراش رو تبدیل کنیم به اون برنامه بی‌اشتیاقی که نوشتیم، شبیه سازیش هم کردیم دیگه، تو واقعیت میتونیم اجرا کنیم کدمون. اینجوری شد. میگه که حتی این مرحله را میتوان به مرحله تفسیر یک زبان برنامه‌نویسی به یک زبان، به زبان ماشین مقایسه. یعنی چی؟ شما مثلا به سی پلاس پلاس، پایتون یه برنامه می‌نویسی، داخل یه برنامه، اون برنامه وی اچ دی می‌نویسی دیگه. چی؟ 28 دقیقه 29 باش. خیلی بده.
اصلا دهنم باز میکنم ببندم 30 دقیقه میشه. وای خود باشه الان حلش میکنم. بس دیگه باید هوای دیگه بچه پشت سنرم داشته باشیم دیگه، خیلی خسته میشه. خب پس میفهمیم که آقا این مرحله که میتوان مرحله تفسیر کامپایل به یک زبان برنامه‌نویسی ماشین تفسیر کرد، دقیقا همون شبکه نت تبدیل کردن دیگه. این تو به هم دیگه شبیه هم. شما وقتی با سی یا پایتون یا زبان برنامه‌نویسی دیگه برنامه رو می‌نویسی، اون باید کامپایل کنی. یعنی چی؟ اون زبان برنامه‌نویسی کد زدی تبدیل میشه به 0101 توی فایل. اون 0101 برمی‌داری میره داخل مثلا میکرو کنترلرت، مثلا این پی آی سی که سی پی یو داره داخلش، رم داره داخلش، کامپیوتر کوچیکه، اینم کریستالشه، اینم رمشه، اسرمشه، 24 سی 01 اینم کدشه. اگه بزنید تو اینترنت بهتون میاد. منظور رم داره، کریستال داره، فرکانس خارجی تولید میکنه، کریستالش اسیلاتور خارجی داره و سی پی یو رم و حافظه فلش نداره، این روم داره. برنامه رو به صورت 0101 تو این کامپایل میکنیم. این اون برنامه رو از داخل حافظش که ریختیم داخل حافظش میخونه، واسه ما این مدار رو به کار میندازه. رله اینجا بوده، این رله رو فعال میکنه، یا اینجا سنسور هست، از اون سنسور استفاده میکنه. اینجوری تو وقتی ما میخوام به واسه مثلا سی پلاس پلاسی برنامه بنویسیم اینجوری میشه. این کار با سی پی یو و با سی پی یو این انجام میشه. ولی توی وی اچ دی ال خیلی ساده تره. ما درد سر کامپایل کردن و دیباگ کردن و چون دادن این رو نداریم. ما میام با وی اچ دی ال کد رو مینویسیم، این بغل اون مداری که با کد ساختیم اینجا به نمایش در میاد. اشکالاتش مشخصا داریم میبینیم، همه چی مشخصا داریم میبینیم. اشکالاتش رو میگیریم، درستش میکنیم، وقتی حل شد به نت لیست تبدیلش میکنیم، کامپایلش میکنیم داخل. نه اسیلات خارجی داره، نه نمیدونم هنگ کردن سی پی یو داره، نه نویز گرفتن داره، نه حسابات گوه و کثافت و تاشخال دیگه داره. وی اچ دی خوبیش اینه، زبان اصلا توصیف سخت افزار کلا خوبیش اینه که کلا ساده تر از این میکرو کنترلر هستش و اطفال میکرو کنترلر هم نداره. میکرو کنترلر خیلی حساس تر، دهن سرویس کننده تره، ولی این نه، این مشکلاتو نداره. ولی میگم محدودیت هایی داره که باز این نداره. اون محدودیت هم باید برنامه‌نویس خوبی باشیم که اون محدودیت ها رو بتونیم پشت سر بذاریم. خیلی خوب بچه‌ها، باز تو صفحه 2 موندیم. شرمنده‌تونم دیگه، واقعا بیشتر از نمی‌تونم مثلا بگم. و اگه دقت کنید کم فوش دادم تو این ویدیو، خیلی کم فوش دادم. واسه اینکه حمایت کنید کمترم میدم. البته باید تو ویدیو تو کامنت ها باید به من بگید که فوش بدم ندم چیکار کنم. پس صفحه 2 موندیم. شرمنده‌تونم واقعا ببخشید. باز خداحافظ.